روایت داستان از جایی شروع میشه که اطرافیانمون به مرور محو میشن. اخبار با گزارش‌های هراس‌انگیز مخاطبینی که از نگرانی بهش پناه برده بودند رو به بعد دیگری از نگرانی میکشونه و رخدادهایی که در اطراف به چشم میخوره کم کم به چیزی فراتر از یک مسئله نگران کننده که به مرور سختی‌های خودش رو ایجاد میکنه میرسه، به شکلی که ارتباطات اندکی که با جامعه برقرار میکنیم صرفاً تبدیل به نمادی از تنهایی و تکه پازلی است که نمایانگر ابعاد این وحشت گسترده است. خوش اومدید به بازی نو I'm not a human، یا به زبان پارسی نه من انسان نیستم. خیلی خوب، اول بریم بخش تنظیمات ببینیم بازی چیا رو داره واسمون که عقب جلو بکنه. خب موسیقی به نظرم همون حالت استاندارد خودش باشه، مشکلی نداره. خب ما که از گیم پد استفاده نمی کنیم، لرزش گیم پد از اهمیت نیست. زبان هم که روی انگلیسی فارسی سازی شده و خیلی خوب. چه جالب. خیلی خوب، خیلی خوب. خیلی حرف واسه گفتن دارم، ولی خب اول باید ببینیم کی پشت داره. سلام همسایه، خیلی وقت ندیدمت. زندگی چطوره؟ مثل همیشه؟ ترجیح میدم بگم مثل همیشه. بذار رو راست بهت بگم، من به یه دلیلی اومدم اینجا. یکم نگران تو شدم. اتفاق خیلی بد انگار داره به سمت ما میاد. همین الان با دختر خالم تلفنی حرف زدم. اون گفت تو اخبار میگن یه اتفاق عجیب داره برای خورشید میفته. نیبر میآیند. به هر دلیلی اونا رو بازدید کننده صدا میزنند، یا همون ویزیتور. چیزای ترسناکه نه؟ امیدوارم درست نباشه. بازدید کننده چه اتفاقی داره برای خورشید میفته؟ یا قرار منفجر بشه یا یه چیزی قرار روش منفجر بشه. خیلی مطمئن نیستم. تنها چیزی که میدونم اینه که یه مشکلی داره. مطمئنم متوجه شدی که تابستون امسال گرمترین تابستون تاریخ بوده، درسته؟ فکر کنم باید خودمون رو برای بدترین حالت آماده کنیم. دختر خالم بهم گفت که تنها تو خونه بودن خیلی خطرناکه. برای همین اومدم اینجا تا مطمئن باشم آسیب نبینی یا بدتر از اون. من میتونم از خودم مراقبت کنم؟ باشه. حال زن و دختر چطوره؟ نگران خانواده‌ام نباش. یه دوست خوبم الان پیش ما مونده. اون داره ازشون مراقبت میکنه وقتی من اینجا هستم.
عالیه، پس بذار فردا صبح به این گفتگو ادامه بدیم. وقتی بیدار شدی تو آشپزخونه میبینمت. صبح بخیر. صبح بخیر یا شب بخیر؟ مثل اینکه امشب دیگه کسی نمیاد. خیلی خوب، خیلی خوب. چهره کیه؟ سیگار داریم، تلفن داریم. اینورم که تعامل نمیشه کرد. میشه اینور. چند آدم مست روی خیابون ودا شدن. روی زمین سرد و سخت دراز کشیدن. به نظر میرسه عمیقا خوابیدن. روزا برایشون خوب نیست. عمیقا خوابیدن برایشون خوبه، نه برایشون خوب نیست. انقدر متنای سنگین خوندم که انگار اینجور متنا مثلا سخت شده. پنجره. یک سگ لاغر روی پیاده روی که از میان مزرعه میگذره ایستاده. با حالت غمگینی اطرافش رو نگاه میکنه. شاید سعی میکنه مقداری غذا پیدا کنه. خیلی خوب. اینجا هم که هیچی. اوه چه جالب، اینجا هم فارسی سازی کردم. خانه همسایه شما به تنهایی در مزرعه اونجا قرار دارد. هیچ نوری در پنجره‌ها دیده نمی‌شود. به نظر می‌رسد خانواده‌اش خواب هستند. اوکی. با خوردن کاپوچا میشه بازی رو ذخیره یا رادیو. همین بخوابیم. من اون شکلی به نظر نمیاد که نه. خیلی خوب. خبر فوری. امروز ساعت 6:28 صبح یک تشعشع قدرتمند انرژی از خورشید صادر شد. این انفجار انرژی بسیار بزرگتر از آن چیزی بود که دانشمندان پیش بینی کرده بودند. در نتیجه دما به سطح بحرانی رسیده است. دولت از آن زمان وضعیت اضطراری اعلام کرده است. از بینندگان می‌خواهیم در طول روز از بیرون رفتن خودداری کنند. برنامه بعدی یه چیز خوب. یه چیز جالب بگم. خاطرات بعد زیاده. یه چیز جالب بگم در رابطه با همین جریان به قولی گرمایی که بازی داره نشونمون میده و این مشکلی که از خورشید ایجاد شده، خیلی از رفقا اعتراض دارم به همین وضعیت گرمای هوا. یه میم دیدم چند وقت پیش داشت همین رو میگه اوضاع انقدر بد شده که وقتشه برم خودم تو آینه نگاه کنم ببینم علائم ویزیتورهای محبت ایمان ندارم یا دارم. جریان چیه؟ خیلی جالب بود. اگه پیداش کنم تو ادیت واسهتون میذارم. تو تقریبا تنها اسباب بازی که تو بچگی داشتم. چی گفت یه بار دیگه؟ خب به جز چوبایی که باشون به چند زهر میزنم. خستانش یک رادیو داریم بچه ما اینجا. آموزش داره. بذار ببینیم آموزشش چیه. دستگیری سمت راست رو بچرخون. برای این کار کلیک. برای گرفتار سیگنال سمت راست رو نگه دار با مکان نما رو به چپ یا راست. نمیتونی سیگنال بگیری. سعی کن محدودی موج تغییر بدن. هنوز کار روی دسته وسط. خب بیشتر گمراه همون کرده. خب پس یه چیز نامفهوم داره. اینجا مرکز فوریت‌های سلام است. چطور میتونم اورژانسی کنم؟ مردم دارم توصیف کنی چی داری میتونی؟ نه فکر کنم اشتباهه. از خانه بیرون تا هوا تاریک. خب فعلا فکر می‌کنم داشته باشیم با این رادیو. نمیتونیم به بیرون نگاه کنیم. دستم الان بیرون نگاه کنم کور باشم. پس متوجه شدیم وضعیت خیلی خرابتر از اون چیزی که حتی فکرشو میکنید. اینجا هم که خالیه. این رفیقم رو فکر کنم اینجا باشه. بله لعنتی، پس اینا واقعیت داره بالاخره. خب پس هر چی که گفتم منطقی بود.
تو طول روز بیرون نرو. باید یادت باشه که به بقیه هم اجازه ورود بدی. به مردم اجازه ورود بدم؟ چرا باید به بقیه اجازه بدم بیان تو خونم؟ انقدر که موضوع مهمیه این به قول اجازه ورود دادن به غریبه ها و اشخاصی که به خونمون سر میزنن که بازی 2 تا پاسخ در یک راستا برامون گذاشته. میدونم ترجیح میدی از مردم فاصله بگیری، ولی مجبوری این کارو بکنی. دختر خانم دقیقا نمیدونیم چرا میتونیم فقط خودمون پناه بگیریم، ولی اون اشاره کرده که اگه کسی اومد و پرسید اگه تنهایی بگو نه و بهشون بگو که یه نفر دیگه هم تو خونه باهاته. من سر کله زدم با مردم متنفرم. خب این غرغر کردنه. ترجیح میدم اینو بگم افرادی که اجازه میدی بیان داخل ممکنه یه چیز به درد بخور بیارن یا یه اطلاعات جالب به اشتراک بذارن. فقط یادت نره اونها رو از نظر نشانه‌های بازدید کننده آزمایش کنی. با این گرما در طول روز انرژی زیادی نخواهی داشت، ولی نگران گپ زدن با مردم نباش. اونها هیچ انرژی ازت نمیگیره. پس هر چقدر که دوست داری حرف بزن و حتما از پنجره بیرون رو نگاه کن. تلویزیون عالیه و اینا بدون هیچ منبع و اطلاعاتی بهتری از چشمه خودت نیست. ما باید چیکار کنیم؟ بعدشیم. متاسفم تنها کاری که الان میتونیم انجام بدیم اینه که سعی کنیم زنده بمونیم و امیدوار باشیم که این کابوس زودتر تموم بشه و مطمئنم که دولت یه جوری بهمون کمک میکنه. شاید همه رو به یه پناهگاه یا یه همچین چیزی هدایت بکنه. باید بدونم اگه این کارو کردم با من و خانواده‌ام با هم باشیم. خب اینم از طرف من. آره تقریبا یادم رفت. من فردا شب دارم برمیگردم خونه. شماره‌مو یادداشت کن. اونجا تازه خط تلفن رو راه اندازی کردم. تو این وضعیت خط تلفن راه اندازی میکنم. آها 223. بذار من یه عکس از این بگیرم. ولی خب احتمالاً خود بازی رو واسه من یادداشت بکنه. در هر صورت ما اینو عکس گرفتیم. خب دیگه واقعا تمام شد. این نوشیدنی باز کن و یکم بخواب. اینا رو فکر میکنم اگر مصرف میکردیم بهمون یه انرژی میدید. انرژی چیه؟ انرژی همین دوتایی که این بالاست. درست شد؟ بذار اینم هنوز مکالمه‌ای داره. راستی آبجو برات آوردم برادر. زدم تو کارخونه آبجو سازی کار میکنم. قبل از اینکه بری بخوابی یه دونه بزن. خیلی خواب آورت میکنه. اگه حس کردی که دیگه حوصله آبجو نداری یا آبجو بخور و استراحت کن. جونم براتون بگی که این آبجوها اگه اشتباه نکنم مقدار انرژی رو یا بازیابی که ساعتش میبرن یا این اسموک، اینا بیکاربرد نیستن. میدونم این کاره هست. جونم براتون بگی که اینجا چه خبره. خب بعد دیگه فکر میکنم کار دیگه نداشته باشه. من نمیخوام پر انرژی هستم. خب انرژیتون میخواد چیکار کنم؟ خوشی کنم آبجو بزنم یعنی تو صحبت نمیکنه دیگه. آره برم بخوابم. خیلی مالی خیلی خوب. یه نکته بهتون بگم. حالا درم به صدا در اومد. خیلی وقت میشه من بازی رو تجربه کردم. اون موقع که خیلی معروف شده بود و ترند اون روزا بود. بازی فوق‌العاده پرمحتوا بود، اما من هیچ وقتی برای بازی قرار ندادم برم بیشتر در موردش ببینم، بیشتر در موردش تحقیق کنم، در مورد پایاناش بخونم. هیچ وقت این کار نکردم. ولی خب این سری دوست دارم همچین کاری بکنم، بیشتر وقت واسه بازی بذارم، چون تا یه حد خیلی کمی بازی رو تجربه کردم. و اونجورم براتون بگی که اون زمان مسئله‌ای که بود خیلی یوتیوبرها در موردش ویدیو می‌ذاشتن و اسپویل خیلی شدیدی بود داخل روند بازی. تو می‌دونستی اگر این شخصیت بیاد این ویزیتوره، اون یکی بیاد این ویزیتور نیست. پس اون موقع بیخیالش شدم. این سری اومدن سراغش و
یه سری اطلاعات از قبل دارم، یه سری اطلاعات به درد بخور، مثلا از قبل میدونم اون فلان چیز چی کار میکنه، اون کار من باید چیکار کرد، یا یه سری از علائم ویزیتورها رو هنوز یادمه و این چیزا خیلی کمکم میکنه. سلام، بابام اینجاست، میشه صداش کنه بیاد؟ قبلا خوب بودم ولی الان خیلی ترسیدم. امشب آدمای عجیب غریب زیادی اینجا هستن. نمیشه با چیز دیگه اینو رد کرد، چون کلیک مس فکر می‌کنم یه خورده رو اونهایی که ما تاثیر بذاره. یه چیزی درباره بابات بگو، اسم بابات چیه؟ خب یه چیزی بگه بهتره، چون اسم اینو نمیدونم صحبتشو. اوه من خیلی چیزا دربارش میدونم. اون بابای منه بالاخره. میدونم که اون دوست داره قبل از اینکه بره بیرون یکم آبجو بخوره. وقتی که بره بیرون همیشه برای من نهار شام خوشمزه آورده بیاره. اما امروز من یکم از اون چیز آبجویی رو امتحان کردم. خیلی بدمزه بود. چرا کسی باید اون رو بخوره وقتی میتونه آبجو بخوره؟ لطفا بهش نگو که من این کار کردم. چطور یه تیکه خودت رو بسید از بازی کننده میترسی؟ خب سوال خیلی سطحیه. تو رو بگیم چیه جالبش. نمیدونم، انگار همه چی برعکس شده. آدم ها تو خونه میمونن و روزا رو میخوابن، بعدن شب رو میرن بیرون و کاراشو میکنن. من هنوز از تاریکی میترسم، ولی شاید چیزی برای ترسیدن وجود نداشته باشه. یادداره. روز خوبی داشته باشیم و تو برات میارم موفق باشی. ممنون تا منتو. من میخوام برم خونه، اینجا ترسیدم. ما قراره یه بازی جدید که بابام برام درست کرده رو بازی کنیم، بعد تاس بندازیم و بعد با وسایلی مثل مبل یا راحتی کارها رو جابجا باید یه توده بزرگ نزدیک در درست کنی تا برنده بشی. یه وقت دیگه بهت نشون میدم چطور بازی کنی. خداحافظ. خداحافظ. الان کسی در میزنه یا نه؟ بله. اوه خیلی کلیپیه، خیلی عجیب غریبه این کاراکتری که اومد اینجا. میدونید آدم اگه حتی یک انسان عادی هم باشه دلش نمیاد واقعا اینو راه بده تو خونه. ولی خب این نکته جالب که وجود داره اینکه ویزیتورها معمولا، حالا ما به مرور علائم رو متوجه میشیم که چی چه علائم میزنن، از چیاشون باید بترسیم، کیا رو نباید راه بدیم. ولی یه چیز جالبی که دارن اینه که همون لحظه بیان داخل تو نمیکشن و یه مقدار فرصت میده بازی. چیزی که من متوجه شدم میتونم بیام تو داشتن توی بار اون طرف خیابون پناه میگرفتم ولی منو بیرون کردن همینطور. چرا؟ فکر کنم همونجا شخصیت من رو خیلی خوشایند ندونستم. ولی من نمیخوام به کسی آسیبی برسونم، نگران نباش. فقط زندگی بعضی وقتا مزخرفه، میدونی؟ خب چی میگی مرد حسابی؟ میتونم بیام تو؟ چه سوال مزخرفی. مطمئنی که هیچ مشکلی درست نکردی؟ میدونی این سوالات فکر می‌کنم به مرور فلسفی تر و منطقی تر بشن. این اول بازیه دارن سوالای راحت پاسخای راحت میذارن جلوی. مطمئنی که هیچ مشکلی درست نکنی؟ تو چه چیزی رو درد سر می‌بینی؟ قتل و خشونت من از قلب منزجر میکنه ولی من از تجاوز دیگران نمیگذرم. اصلی نوشیدنی دوست دارم. وقتی که حالش رو داشته باشم از گپ زدن لذت میبرم. می‌رسه شما مشکل داره؟ چرا از پرمکان قبلیت بیرونت کردم؟ چرا فکر می‌کنی اینجا فرق داره؟ اینو بهمون گفت. چرا فکر می‌کنی اینجا فرق داره؟ وگرنه چیکار کنم؟ فقط بیرون وایسم تا آفتاب پوستمو بسوزونم؟ نه، فکر کنم ترجیح میدم از اون کارهای اجتماعی کنم. تا وقتی زنده باشم دنبال یه نفر میگردم که باهاش حرف بزنم. اگه اینجا نباشه شاید یه جای دیگه شانس بیارم. و اگه ذره‌ای شانس توی این زندگی برام مونده باشه شاید یه نفر پیدا بشه که یک آدم عوضی کامل نباشه. میدونی؟ خیلی قشنگ صحبت کرد. من میخواد بیای تو. ممنونم. این روزا اعتماد به مردم پشیزی ارزش نداره ولی من از اعتمادت به خودم قدردانی میکنم. شاید حتی خود نباید قولی بدم. بله این ویزیتوره. متاسفم که حالتون رو بد کردم و بهتون گفتم جریان چیه. شاید بقیه‌تون اولین بارتون باشه که این بازی رو میبینید.
خیلی احتمالش کمه ولی خب شاید باشه. بله خب این ویزیتوره. ببخشید که اینقدر دیر مزاحم شدم. امروز هوا خیلی گرم بود و تلویزیون گفت نباید زیر آفتاب ببینیم. پس میشه یکم یه جا برام پیدا کنی؟ چطور سر از اینجا آوردی؟ تو کی هستی؟ خب تو چه خری هستی؟ چرا مسخره حرف میزنی؟ تو بیا اینجا اول صحبت ببینیم دوری دستی که چطور سر از اینجا در آوردی؟ اینطور نیست که من خواسته باشم بیام اینجا. ممکنه آسفالت زیر پامون داره به لجن تبدیل میشه اما میتونه بدترم باشه. فقط خب تو میخندی بازدید کننده ها اومدن خونه. باورت میشه اونا من از خونه خودم بیرون کردم. چقدر مسخره. به نظر اگه این ویزیتور بیاد تو خونت که شام شبش انسانه، مسخره نیست که تو را خونه بیرون کنن زنده بذارنه. مثلا فقط دارم سعی میکنم یه جایی پیدا کنم تا از خورشید قایم شم. فکر میکنی چه اتفاقی میفته؟ حالا چیکار میکنم؟ من نمیدونم. آیا من زنده میمونم؟ کی به من کمک میکنه؟ چه وقت دارم تو دنبال کمک بگردم؟ من هیچ ایده ای ندارم که چه اتفاقی قرار بیفته. مثلا حتی نمیتونم حدس بزنم. آیا همه اینا رو تو رو نمیترسونه؟ من رو وحشت زده میکنه. تو باید بری. باشه فهمیدم. برای معلومه که برف رو گوش دادی. معلومه که باید بریم. خداحافظ. بله. حس میکنم انرژی اینجا راکده. یه چیز خیلی بدی داره درونش شکل میگیره. خورشید و لئو در خانه پنجم هستند. من همه چیز رو خیلی واضح میبینم. تو آدم خیلی قاطعی هستی مگه نه؟ من از تو چیزی نمیخوام. واقعا به نظرم ها منطقی تره. چی داره میگی؟ من میتونم ببینم که تو ترجیح میدی به جای حرف زدن عمل کنی. درسته دیگه. یه لئوی معمولی درسته؟ لئو منظور چیه؟ تو مقدار زیاد انرژی تاریک اینجا جمع کرده. خیلی ناخوشاینده. من هنوز نمیفهمم چطوریه چرا. همه چیز خیلی مورد غفلت واقع شده. فکر کنم باید با جملات تأکیدی شروع کنم. خب و یابان‌ها زندان در تناسخ‌های قبلی وجود داره. بهشون فضا بده. تو فقط داری تجربه‌های زندگی گذشته رو تکرار می‌کنی. تو باید اونها رو ببخشی و تارشه‌شون رو درون خودت بپذیری. فقط اون موقع میتونی زنجیرهای این چرخه بی‌پایان رو بشکنی. فهمیدی؟ به نظرم اگه قرار وارد یه جایی بشی که قبلش باید خودتون معرفی بکنی، استفاده از حرف فلسفی و چرت و پرت فایده نداره. تو باید بری. پس تو علاقه به کار کردن روی خودت نداری. یه چیزی که داری میگی هیچ علاقه به بهتر شدن خودت نداری. چه تراژدی. من حتما یه دوره اسهال وحشتناک و انفجاری برای کار میکنم. خیلی ممنونم. روی پدرت. تموم شد؟ بله خداحافظ. بریم که فردا کار داریم. باید ببینیم تلویزیون چی میگه. چه خبره؟ زمین دستی کیه؟ بفرمایید. آخ پنجره رو نگاه نکردم. عصر بخیر. این هم از اخبار. فعالیت خورشید به طور پیوسته افزایش می‌یابد و سطح جرم و جنایت به اوج جدیدی میرسه. خیلی جالبه. یه مسئله که شاید به نظر خیلی سطحی بیاد و یک سوالی که شاید تو ذهن انسان خیلی کم پیش بیاد، اینکه چه بلایی ممکنه سر خورشید بیاد. و خب یه زمانی این تئوریا پیچیدن. یادم بچه‌تر که بودم نگاه می‌کردم. فکر کنی همچین جریانی تبدیل به این باشه و به واقعیت تبدیل بشه. بر اساس داده‌های اخیر تعداد قتل‌ها در چند شب گذشته از میانگین فراتر رفته. کارشناسان بر این باورند که این موضوع مربوط به اضطراب روزافزون جامعه در مورد بازدید کنندگان است. و حالا میریم سراغ یه لحظه. استودیوی ما به تازگی یک پیام فوری در مورد تماس با پدیده‌ای دریافت کرده که ما اون رو ویزیتور می‌نامیم که گزارش‌های شاهدان عینی آنها را موجوداتی توصیف می‌کنند که می‌توانند ظاهر و رفتار انسان‌ها را تقلید کنند. بر قیمتی که از تماس خودداری کنید، در یک مورد یک بازدید کننده تماس با یک نشانه آشکارشناس. پس یکی از علائم رو بهمون گفت. دندونای سفید بی‌نقص.
خیلی دیگه مثلا سفید و سوپرمن دیگه نظر مثل گزارش اولیه ما این موضوع تایید میکنه منابع میگن که اونها با یک فرد بی خانمان دندونهای سفید بی‌نقص روبرو شدن که بعدا معلوم شد یک بازدید کننده بوده است. آرام باشید در طول روز خونج نشوید. در ادامه اخبار بیشتر آب و هوا، اما ابتدا پیام از طرف حامیان مالی ما. خیلی خوب. سلام. بله چیزی می‌خواستید؟ این سوال نپرسیدیم بپرسیم دیگه تاش. من زنجیر فجایعی که ذهن همه رو در هم شکسته مقصر میدونم. خورشیدی که در آستانه انفجار قرار داره، ورود بازدید کنندگان، بحران اقتصادی غیره و غیره همه من رو به فنا داد. بعضیا زیر فشار خورد شدن، بعضیا شیرجه زدن توی بطری، اما من خب این خشم بود که من رو دیوونه کرد. از کوره در رفتم، پریدم روی بار و جیغ زدم. دست از سرزنش کردن همه چیز جز خودتون بردارید. بگذارید گریه کنند، این را میگویم. اشک در کف آبجو پینت را خراب نمی‌کند. مالت و رازک با نمک طعم بهتری دارد. هیچ کس قدرش رو نمیدونه، پس چرا زحمت می‌کشید؟ بله چیزی می‌خواستید؟ بله دندونه. باشه نگاه بنداز. این گوی غم و دود رو استشمام. بی نقص نیستم. بی نقص نیستم. یه صدایی هم فکر میکنم ازشون در بیاد، من رادیو یا هر جای دیگه صدای عجیبی میاد، متوجه میشه که گندی زدی، ویزیتور را دادی، ولی این ویزیتور نیست. خیال راحت ویزیتور نیست. بریم اینجا خودمون چک کنیم. میشه این کار کرد؟ آره بی بابای این بذار چک کنیم حداقل انرژیمون خالی کنیم دیگه. دندونا اوه سفید ببین یه شخصیت این هم جالبه، اینم بهتون میگم. یه شخصیتی میاد چه کار چیه این ویزیتوراست، یه عالم از این ویزیتورا کشه، میاد ازت میپرسه که آقا تو چته کجای کارت میلنگه فلان اینا، و با لحن تهدیدآمیز هم میگه، مثلا میگه گورو آقا تو چه خری هستی، یه خونه داری دیگه، دندوناتو نشونم بده، لای در دندوناتو نشون میدی مثلا سفید باشه فلان، یا مثلا چه میدونم چشات قرمز باشه، همونجا میکشتت. خیلی عجیبه، باید حواسم به این باشه. اینم از این. اول پنجره رو چک کنیم. همسایتان دخترش رو از پنجره میبینید. آنها با خوشحالی بازی میکنن و سعی میکنن وحشت جاری رو فراموش کنن، اگر شده فقط برای یک لحظه. جسد نوجوانان روی زمین افتاده. کسی آنها رو نکشته. به نظر میرسد اخیراً اتفاق افتاده، اما خون خشک نشده است. باشه حالا 20,000 بار تو در رسید. تماس هم نگرفتیم و باید روز تماس رو میگرفتیم. چینای عجیب در پوستش وجود داره، انگار پوستش رو برای بدنش زیادی بزرگی نمیتوانم چشم ازش رو بردارد، اما میتوانم حس کنم که نگاهش به شما خیره شده است. ناگهان احساس ترس عمیقی میکنید و دعا میکنید که بازدید کننده وحشتناکی از کنار خانه‌تان عبور نکند. اوکی. هی تو اون طرف در صدای قدماتو میشنوم. اشکالی نداریم شب اینجا بخوابم؟ چه قیافت اینجوریه؟ چرا خوشحالی؟ چه مشکلی داره؟ به نظر من خوب میاد. تو مزید نشون من لبخند میزنم. آره من خیلی وقت ندیدم کسی لبخند بزنم. ترس باعث شده مردم فراموش کنند لذت اصلا چه حسی داره. ناامیدی ما رو نسبت به اندک خوبی هایی که هنوز در دنیا باقی مونده کور میکنه. پس تو میخوای به مردم دروغ بگی چه چیزی برای خوشحال بودن وجود داره؟ این جالب شد. دلایل زیادی وجود داره اما نمیتونم بهت بگم چه چیزی باید تو خوشحال کنه. قبل از اینکه این اتفاقا بیفته قبلا عاشق انجام چه کارایی بودی؟ سعی کن به یاد بیاری.
چه چیزی بهت لذت میده؟ ما نمیتونیم اجازه بدیم که غرق در ناامیدی بشیم، به خصوص حالا. ببین این حرفاییه که از دل جامعه بیرون میاد. میدونیم شاید بیرون باشه ولی خب میارزه. امیدوارم یاد بیاد که اصلا لذتش چه شد. بهتون نمیگم ساکت باشید. مگه نمیگم. هی اوضاع چطوره؟ رفیق دیدی اوضاع چقدر این بیرون ناجوریه؟ چه خبر شده؟ به ما رو راست باش رفیق. چی رو از دست دادم؟ موجوداتی که شبیه انسان هستن دارن از روی زمین بیرون میخزن. خودشو بره شعله‌ور میشه مردم زنده. امکان نداره. داداش من اینو فیلم دیدم، همونی که یارو کچل بود. پس کاری که باید بکنیم اینه که یه تیم از قهرمانای فضانورد خفن رو بفرستیم به خورشید، درسته؟ بوم، موشک پرتاب شد. ماموریت متوقف کردن پایان دنیا شروع شد. ولی رفیق و تیم باید 4 نفره بشه. این مثل این که کاملا عدد طلایی بقاست. واقعا نمیدونی بیرون چه خبره؟ حتما مرد اینجا خیلی به هم ریخته است. مردم دارن پشت سر هم حرف میزنن، با این همه بدبختی و سیاهی حال هم دیگه رو میگیرن. و بعد از اون همه چیزی که توی اخبار بود سوالش خیلی بده رفیق. ولی فیلم‌ها همه چی دارن درام و خیانت دست از ما خیلی بالاتر از کتاب هستن داداش. همیشه میخواستم یه روز توی فیلم بازی کنم. شما به نظرم سیکتیر تو بزن گوش کن ببین چی میگم. یه چیزی کوچیک دارم شاید بخوای. ببین اطلاعیه فما مثل بازی هست داداش. من امتیاز جمع کنیم مثل امتیاز رفاقت، درسته؟ اوه پس بازی رشوه هم داره. اینو نمیدونستم. چه باحال. اطلاعیه فما نمیدونم یه سازمانی که در اون بازیه، سازمان مقابله با این ویزیتور هست. ببین میارزه. این اول بازیه. خب من این رشوه رو ازش بگیرم فردا 2 تا تست دارم از اون یارو که مطمئنم. خب از این 2 تا هم تستاشو رو میگیرم دیگه. بیا تو. خیلی خوب. اینو باید حتما توی چرت و پرت زیاد میگم ولی آره این هم که ویزیتوره. تو همه اتفاق لعنتی دیگه خیلی دیگه بودن هست. این اصلا ویزیتور تموم شد. حالا خود داداش چی میخوای؟ هیچی فقط کنچه هم میفهمی که. ولی خب یه راه باحال دارم که بخواستم بتونیم پول مفت بزنیم. میخوای بشنوی؟ از اونجایی که بقیه دارن خودشون خیس میکنن سرشون با آفتاب گرم میتونی با اینکه انگوشت تکون بدی پول بر کنی. همه این ترسوها دارن شلوارشون رو خیس میکنن در حالی که باید تمرکز کنن چجوری پول در بیارن. بذار بشنویم چرا اینجا هستی. میریم سر اصل مطلب. خوشم اومد. همه فکر میکنن تو اینجا یه کارایی داری میکنی. این همه آدم آورده اینجا داری یه آرشیوی به پا میکنی. پس من میگم بیاین از این فرصت استفاده کنیم و این مهمونی را بندازیم که آخر همه مهمونی ها باشه. آخر زمان پارتی داده. ببین حتی اگر نمیدونستم ویزیتوره یا حتی مطمئنم نیستم ولی دقیق یادمه این ویزیتور مطمئنم. ولی خب میبینید حتی اگه نمیدونستم این حرفا خیلی هم نامربوطه، هم پاسخهای پرته، هم بی‌دلیل. مثلا بیام اینجا مهمونی بگیریم همه دنبال فرار و دنبال سرپناه گشتن. تو حتی اگه سرپناهت هم بهت ندم معلومه که از خودت توی این اوضاع بمیری رفیق. تو باید بمیری. فهمیدی توی احمق لعنتی هست. من فقط میرم بیرون همسایه‌ات بیشتر پذیرایی میکنن اصلا. من تو جهنم میرم. چی بود دیگه؟ بله مرسی ممنونم. بریم گروهمون رو گم بکنیم و اینجا هم دیدیم باره این اوضاع واقعا رو به راه نیست. بریم بخوابیم.
اصل خیلی هم از اخبار. گرمای غیرعادی همچنان در حال افزایش است. توجه به بازدیدکنندگان هیچ نشانه‌ای از کند شدن نشان نمی‌دهند. به این ترتیب دولت یک سازمان جدید برای رسیدگی به وضعیت نوظهور تأسیس کرده است. آژانس مدیریت سازمان اضطراری فدرال که به اختصار فما نامیده میشد. فما چی نمیدونم. تیوی تنها چند روز پس از تأسیس این آژانس در حال حاضر راه جدیدی برای شناسایی بازدیدکنندگان کشف کردند. کثیفی زیر ناخن‌ها. متخصصان میگویند که این نشانه به شناسایی بازدیدکنندگان که از زیر زمین بیرون آمدند کمک می‌کند. آرام باشید در طول روز از خانه به خارج نشوید. برنامه بعدی گزارش بحران در مورد یک دیوانه رنگ پریده، اما ابتدا چند آگهی. دست شما درد نکنه. یکی سیبین استاد اینجاست، من دیگه هیچ کاری ندارم. همه چیز درست میشه. چرا باید یک اطلاعی از طرف فما بهش تحویل؟ هنوزم خوشحالی؟ دقیقا خوشحالی سواره از هم نمی‌کشم. ما هنوز انسانیم، هنوز مقاومت میکنیم. ما طوفان رو بدتر از چیزی که هست نمی‌کنیم. و وقتی که همه چیز تموم شد فکر کنم بتونیم همدیگه رو به خاطر کارهایی که کردیم ببخشیم. تا وقتی شفقت هست انسانیت هم هست. با منی؟ ببین چیز فمایی که ما داد جریان چیه؟ کجا من میتونم اینو بردارم؟ روز خانواده. چی دیگه آیتم نداریم اونجا. مثلا تلفن استفاده کنیم. آها 923 633. ای بابا جواب نمیده و بس میکنم بقیه این توه. این من میگم مشکوکم. خب این خودش به ما اطلاعی فما داده باید دوباره بشم. قبل از این فاجعه داشت چیکار می‌کرد؟ یاد اجتماعات می‌کرد. می‌دونی یه فیلم می‌دیدم با رفاقم می‌زدم. ولی الان دیگه نه فیلمی هست نه دوره همی. خیلی بد رفیق. تلویزیون فقط یه چیز رو پشت سرم نشون میده. وحشت، تبلیغ. رفقام دیگه جواب نمیدن. شنیدم یه آدم مهمی میگفت الان وقت خوشگذرانی نیست، یه بحرانه. بابا گوره بابای آدمای کسل کننده. خوشگذرانی هیچ وقت تموم نمیشه تو شهر خوشی. خب حالا که اینقدر خوشی من تو رو امتحانت بکنم. نگرانش کرد تخت دستا همه ویزیتورو. من چرا یه دونه رفت؟ کاری نکردم. چون زدم پاک. خب این چیز مشکوکی نداره. تو چی؟ یه چیزی هم که هست بچه ویزیتورا رو بزنید یه گونی زباله در میاد به جاشون. اگه آدم عادی بزنید پخش و پلا میشه فکر کنم جسدشون. این چیزی که من متوجه شدم. تو هم میخوام امتحانت بکنم دستاتو ببینم. آرزوارم شما تو بعد از میشه زد دستان. ای بابا دشتی نداشتی میشه همچه خوب داری پیش میری شروع تو چی صحبتی نداری؟ دیگر مزاحم کسی نمیشم و ارزشش رو نداره. اما وقتی صدایی در تلویزیون میشنوم یا مکالماتی رو میشنوم چراغی در ذهنم روشن میشود. بعد خودم رو متوقف میکنم. کار زیادی است و هیچ رضایتی در کار نیست. نه من تمام کردم. این اعصاب من قبلا هم به فنا رفته و برگشته. زندگی قبل از اینا هم به اندازه کافی کسل کننده بود و حالا یک روز از لوستر بالای سر کل دنیای تمعید داده شده و آویزان خواهم شد. خیلی جالبه صحبتش. دوست دارم بشینم صحبت کنم. آشفتگی، وحشت و رنج همه رو به خاطر بازدیدکنندگان. اما در این ساعت نیاز ما درست زمانی فریادهای ما در حال بی‌پاسخ ماندن بود. سازمان فما به کمک ما آمده است.
این قهرمانان شجاع از آژانس مدیریت اضطراری فدرال از ما در برابر تهاجم بازدیدکنندگان محافظت می‌کنند. تاکنون این آژانس بیش از 27,000 ناهنجاری خطرناک شناسایی کرده است. به یاد داشته باشید شما می توانید با اطلاع دادن هر گونه فعالیت مشکوک در اطراف خود به سازمان فما با آنها کمک کنید. برای اینکه فقط کافی است یک برگه اطلاع رسانی به مظنونان بدهید تا از ما بازدید کنند. و اگر زمانی شروع به تعجب کردید که آیا ممکن است شما یک بازدید کننده باشید، با خط تلفن ما به ما کمک کنید تا ما به شما. خوبه، مرسی، ممنون. حالا بریم ببینیم خط تلفن چی میگه. اینم یکی دیگه از روش‌های علائم ماست. شناسایی علائم ماست. سلام، اینجا آژانس مدیریت اضطراری فدرال بخش پزشکی است. ما اکنون قادریم خدمات مشاوره در مورد رویه‌های رسمی قربانیانی بازدیدکنندگان ارائه بدیم. لطفاً سوالتون رو مطرح کنید. در مورد نشونه‌های راجع به ممنون، همیشه تموم شد. برای اطمینان از قرائت صحیح وضعیت بازدیدکننده‌تون لطفاً قبل از معاینه شستن دستاتون خودداری کنید. آب ممکنه بقایای سطحی رو از بین ببره که میتونه منجر به خطا و نتایج نادرست بشه. خب ببینید داخل منطقی نیست. ویزیتور از دل زمین میاد بیرون. اگر من ویزیتور شده باشم یا ویزیتور اصلا باشم که فکر می‌کنم اصلا منطقی باشه، خب آدم باید به خودش مشغول نباشه، چون آدمیم، میدونید اصلا منطقی نیست. از دل زمین که ما بیرون نمیاد. اگرم بتونی تبدیل به ویزیتور بشی، از یک انسان تبدیل به ویزیتور بشی، اینقدر چیز نیست دیگه. تو که از دل زمین نیومدیم، تو زمین ویزیتور شدی. میدونی چی میگم؟ چرا باید ناخونات اینجوری بشه؟ برای از بشه در توصیه میکنم مصرف خونه خودداری کن. سیگار کشیدن ممکن روی وضعیت درمان تاثیر بذاره، منجر به نتیجه غیر قابل اعتماد بشه. لطفا سوالتون رو مطرح از شما درد نکنه. آقا یه سیگار نمیدی یعنی ما بکشیم؟ سیگار صفر داد. بازی خیلی کند داره پیش میره روندش. بریم آقا ببینیم چیزی دیگه بس ببینم. گزارش ها حاکی از آن است که یک دیوانه رنگ پریده در خیابان شهر ظاهر شد. پلیس از اظهارات مختلف متوجه شده است قربانیان او همگی یک چیز مشترک داشتند و هم تنها بودند. اوکی ببینین کیه؟ نه بابا، بچه این همون شخصیتی که میاد بهتون سر میزنه و اگه میپرسه تنهایی، اگه تنها باشی بگی نه که تمومه، میفهمه تنهایی و میاد داخل. تنها نباشی بگی ما تنها نیستم، چیز تنها هم میاد داخل. تنها نباشی بگی تنها نیستم ولت میکنه. تنها باشی بگی تنها میاد داخل، پیرت رو در میاره. خیلی جالبه. پلیس از اظهارات شاهدان عینی طرحی از قتل مظنون یک مرد میان سال بسیار رنگ پریده با موهای سیاه است. او اندامی باریک دارد و فقط یک شلوار را تن دارد. گزارش‌های بعدی اضافه کردند که او گاهی اوقات پوست شخص دیگری را نیز می‌پوشد. این اطلاعات هنوز تایید نشده است. اگر این مرد را دیدید در باز نکنید، به اون نگویید که تنها هستید. اتمام خبر بود، اخبار بود. مرسی، ممنون، دست شما درد نکنه. این دیدید در زدن جدید بود. معمولا اینجوری در نمیزدم، یه صدای در زدن دیگه ما میشیدیم، یه ساند افکت دیگه بود. ببینی گروه کوچکی از کارمندان فما در کنار خانه همسایه‌تون ایستادن، با خود فکر می‌کنید درباره چه چیزی صحبت می‌کنن. شاید دارن نمونه خاک برمی‌دارن یا دنبال جایی برای برپا کردن پایگاه می‌گردن. آقا نمیشه ایل از در نزنی شما. بله، پوست‌های زغال شده بدون بدن نوجوانان روی زمین افتاده است. به نظر می‌رسد تمام روز اونجا بودن. دو کارمندان فما اجساد کنار اجساد ایستادن و چیزی یادش شد. خوب شد که آنها را برای بردن ایستاد. از فکر کردن به اینکه چه نوع بیماری‌هایی می‌تواند در صورت پوسیده شدن گوشت فاسد در آنجا پخش شود متنفر هستید. عالی شد، فقط مونده بیمار بشه. گروهی از سربازان مسلح را از پنجره می‌بینید.
ظاهراً یک جوخه کوچک است که از شهر برای تأمین امنیت کارمندان فما سازمان فما به اینجا فرستاده شده است. اطلاعاتی درباره مرد رنگ پریده با بالاتنه برهنه میشنوید. شاید میخواهند آن بازدیدکننده ترسناک را ردیابی کنند. غلط کردم، نمیتونم. اینقدر مفتکی نیست. بله. موزیک عوض شد. بازی فضاش تغییر کرد. احساس میکنم باید از این بازی بترسم الان. میدونی دارم چپ راستم رو پوستم کسی نباشه. سلام. چی میخوای؟ عجب خونه جاداری برای خودت دست و پا کردی. خوشم اومد. من از تو چیزی نمیخوام. من یک اسلحه دارم. خب من که اسلحه ای ندارم، پس من از تو چیزی نمیخوام. نه نداری. تنهایی؟ نه من تنها نیستم. امروز روز شانس توه. من میتونم صدای نجوا کردن کسی رو از داخل بشنوم، اما کی میدونه چند روز دیگه کجا خواهم بود. بله سلام. گرما من اذیت نمیکنه، فقط دنبال یه جای آروم میگم که استراحت کنم. وات؟ با هودی و شال گردن تو این گرما؟ مشتی ممکنه تو خونه شما یکم آرومش پیدا کنم؟ چند وقتی که دنبالش میگردید؟ تو کی هستی؟ دیگه مهم نیست. فقط میخوای بدونی من یه بازدیدکننده‌ام؟ من نیستم، اما یه خواهشی دارم. بعداً ازت میپرسم. هنوز مطمئن نیستم که میتونم بهت اعتماد کنم یا نه. ژاکتت رو در میاد. نه مجبور نیستم بذاری بریم. من میرم، التماس نمیکنم دیگه، اذیتت نمیکنم. پس خداحافظ. اوه مثل ویزیتور نبود. از صحبت آقاش فهمید. موزیک دوباره تغییر کرد. خب دوباره هم دیگه ملاقات میکنیم. یادم دفعه قبلی که با هم روبرو شده این موضوع کمی فرق داشت. با این حال ما هنوز زنده ایم. عجیبه، نمیدونم چطور توضیحش بدم. مایلم مکالمه رو با یه پیشگویی شروع کنم. به انتخاب یک صفحه از کتاب طالع من رو بگو کجا باز کنم. نظرم از آخرش باز کنم بیشتر به فضای اینجا ارتباط پیدا داره. شاید یه رویا، شاید تو، من و ماهی فقط تو خاطره ای آدم وجود داریم. خیلی وقت رفته رافت و فقط بیرون داره بارون میاد. حس میکنم همه چیز ممکنه خیلی زود از بین بره. نظرت چیه؟ آیا ما توی یک رویای زندگی میکنیم؟ آیا ما کسی هستیم که رویا میبینه؟ یه خط جالب بود. واقعا اینو باور داری؟ این یعنی چی؟ باید با دقت بهش فکر کنم. تو پیشنهادی داری؟ به هر حال من فقط اومدم تا یه چیزی بهت بگم. به زودی اتفاقاتی شروع به رخ دادن میکنم. باید آماده باشی. ممکنه عجیب به نظر برسه، اما گربه باید وارد بشه. هنوز نمیتونم توضیح بدم چطوری، اما مطمئنم که بهت کمک میکنم. البته میتونی انتخاب کنی که با این اطلاعات چیکار کنی. در مورد من فکر میکنم میرم یکم به معنای عمیق‌تر پیشگویی تو فکر کنم. گربه اینجا بمونه؟ یه گربه یادم داشت بازی، نمیدونم این گربه رو میداده یکی دیگه. حالا گربه کرد تو پاچمون دیگه. دستش درد نکنه. روز پرباشی. مرسی. عصر بخیر. اینم از اخبار. 3 تا بس شد نوارده. 3 تا انرژی بون اضافه شد. سازمان فما اقدامات جدیدی برای رسیدگی به تهاجم مداوم بازدیدکنندگان اتخاذ کرده است. از حالا آنها منطقه قرنطینه‌ای رو برای بازداشت مظنونان بالقوه خطرناک سازماندهی کردند. سازمان فما همچنان
پس از آزمایش بر روی افراد بازداشت شده نشانه جدیدی از بازدیدکنندگان را شناسایی کردند. چشمان سرخ خونی. آره همونطور که بهتون گفتم. طبق گزارش سازمان فما این نشونه پس از مشاهده بازدیدکنندگان بازداشت شده کشف شده. این موجودات حساسیت به نور بیشتر دارند و باعث می‌شود چشمانشان ملتهب و قرمز بشن. آروم باشید و در طول روز از خونه بیرون نشید. در ادامه گزارشی درباره سازمان فما، اما ابتدا یک پیام از طرف حامیان مالی ما. روزگاری دو برادر نزدیک 100 زندگی می‌کردند. پاشیدن روزانه آب باعث می‌شد رودخونه مثل نوشیدنی گازدار در روزی تابستونی کف کند. بعداً در زندگی به تصاویر دوران کودکیشان در ذهن دو برادر کارخانه آبجوسازی بوبر رو با هم راه انداخت. از آن زمان آبجوی بوبر چرنی به یکی از پرفروش‌ترین آبجوها هم در خانه و هم در بارها تبدیل شده است. آبجوی بوبر خوب بنوشید، زیاد بنوشید. حالا از طریق تحویل غذای فورست در دسترس. پس اگه بخوایم میتونیم آبجو رو از اینجا سفارش بدیم. سازمان فما چیز و چرا تشکیل شده است؟ آژانس مدیریت اضطراری فدرال یک سرویس ویژه دولتی است که برای کاهش بحران نوظهور تشکیل شده است. آنها به حل بسیاری از مشکلات ناشی از تهاجم بازدیدکنندگان کمک می‌کنند. به طور قطع مشخص نیست که این آژانس دقیقاً روی چه چیزی کار می‌کند. اما می‌توانیم با اطمینان بگوییم که سرنوشت ما در دستان مطمئن نیست. این آژانس از کارشناسان در زمینه‌های مختلف از جمله بسیاری از دانشمندان و محققان مشهور تشکیل شده است. اگر یکی از کارمندان سازمان فما پشت در شما ظاهر شد، توصیه می‌کنم که با آنها همکاری کنید و دستورالعمل‌های آنها را دنبال کنید. به یاد داشته باشید با ما کمک کنید تا به شما کمک کنیم. از سازمان فما حمایت کنید و به مبارزه علیه بازدیدکنندگان بپیوندید. شما دیگه چیزی ندارین؟ نوچ دیگه چی است؟ اینو میدونین اطلاعی از طرف فما تحویل بده. خب نمیدونم این چیه اطلاعی از طرف فما. مهم نیست، هر چیزی که هست. میخوام امتحانش کنم دوباره با اینکه مطمئنم، ولی میخوام دیگه مطمئن بشم از طرفین. الان راج چشماتو ببینم. تو بیا ببین تا آخر بازی تنها بیا اینجا. تو همین خود مشکوک میزنم شما. تو همیشه اینطوری بودی میدونی؟ نه همیشه نه. قبلا خیلی عصبانی بودم از مردم از دنیا. خودم سر هیچی از کوره در میرفتم. درها رو اونقدر محکم میکوبیدم که چارچوبش ترک میخورد، ولی یه جا فهمیدم که عصبانیت فقط نابود میکنه. اول از داخل، بعدن همه چیز اطرافت رو. یه بار سر کسی که فقط میخواست بهم کمک کنه داد زدم. حالا اون دیگه نیست. اون لحظه یه چیزی رو توی من شکست. فهمیدم که باید تغییر کنم، وگرنه هر چیزی رو که لمس کنم نابود میکنم. برای همین یاد گرفتم که رها کنم، نفس بکشم، صلح کنم. اینطوری به اینجا رسیدم. خب تو خیلی انسانی، ولی خب من انرژی دارم، میخوام انرژی رو استفاده کنم. ادامه بده اگه بهت کمک. چشم و دندون دستاتو که من اون سری چک کردم، چرا دوباره دستو زدم؟ خدا ای خدا، چرا آخه این کار مسخره با احمقانه رو انجام بدم؟ تو صحبت دیگه داری فکر کنم؟ همه چیز مرتبه؟ چرا میپرسی؟ یه چیزی از تو میاد؟ تب داری؟ این من نیستم که تب دارم، کل سیاره لعنتی تب داره. هر جا رو نگاه کنی یه نفر داره میمیره، یخچال‌های طبیعی دارن آب میشن، جنگل‌ها دارن شعله‌ور میشن، دنیا داره میسوزه. سیاره داره سعی میکنه ما رو مثل کک‌های خون‌آلود از خودش جدا کنه. یه روز موفق بشه، میدونی؟ فکر نکن بدون درد خواهد. گورتو گم کن لطفا، حالا خوب نیست. بالشش چال خالی
که حتی رو امتحان کنم. چشمات تو ویزیتوری. ویزیتور بودی، حداقل یه اطلاعی فیلم ها بهمون داد. خسته نباشی. استراحت برای تو. اینو ببینم 819 807 سال تبلیغ غذای فورا هست. مایل سفارش دارم. یه شیشه کامپوچه واسه سیو این پاپ نیازی نداریم بشه. یه قوطی قهوه، 2 تا قوطی انرژیکا، 2 تا قوطی رو بردارم واسه فکر کنم پر کردن انرژی. قهوه رو نمیدونم جریانش. فما میتونیم بیشتر بزنیم 451 در رابطه با این جریان چشم. مثلا اینجا آژانس مدیریتی اضطراری فدرال بخش پزشکی است. ما اکنون قادریم خدمات مشابه. خب اینا رو که گفته بودی واسه اینم چشمه. برای غربالگری دقیق لطفا از مصرف قهوه نوشیدنی و آب کافئین خودداری کنید. کافئین یک علت شناخته شده برای بیخوابی و عصبی بودن هست و همچنین میتونه منجر به خون گرفتگی یا قرمز شدن چشما بشه. دست شما درد نکنه. همه چی تموم. خیال راحت برگردیم. کار دیگه ای نداریم که انجام بدیم. میریم یه بار دیگه بخوابیم. باز هم شب شد. در خیلی خوب. خانه همسایتان اکنون سیاه‌تر از سیاه سوخته است. به نظر می‌رسد که آتش هنوز هم شعله‌ور است. آیا ممکن است کسی عمدن آن را آتش زده باشد؟ چه بلایی سر خانواده همسایتان آمده است؟ آیا کسی هنوز زنده است؟ افکار نگران کننده‌ای در سرتان می‌چرخد. احساس درماندگی و ناتوانی بر شما غلبه می‌کند. دوست داشتن خیلی ممنون. امروز روز چیه؟ آگاهی. ایداد. مرد رنگ پریده ترسناک در خیابان ایستاده و لبخند. او سر بریده، کسی که در کلاه خود نگه داشته است. این سر یک سرباز است. چهره‌اش در یک اخم وحشت زده منجمد شده است. مطمئن نیستی چه چیزی او را بیشتر ترسانده است، بازدید کننده رنگ پریده یا مرگ قریب الوقوع خودش. تمام جوخه سربازانی که درست دیروز رسیدن مردند. به نظر می‌رسد یک قتل عام در آنجا رخ داده است. اجساد در سراسر خیابان پراکنده شدند. یکی از آنها سر نداره. آیا اون غریبه رنگ پریده و ترسناک هم رو کشته؟ به نظرم یه بچه 7 ساله هم میفهمی که اینا رو کشته. عصر بخیر. بله. من از فما هستم. ما داریم به خونه‌های محلتون سر میزنیم و با ساکنین صحبت. تنهایی چرا باید اتتون کنم؟ اگر خیالتون راحت میشه میتونم مدارکم رو نشونتون بدم. به هر حال بازدید کننده ها به ندرت به صورت گروهی حرکت میکنن. شاید حتی هرگز. شما چطور میخواید به ما کمک کنید؟ چرا لباس محافظ بشید؟ نه، اما اگر به شما کمک میکنه احساس امنیت بیشتری داشته باشید میتونید مقداری بخرید. ما هنوز در حال بررسی تاثیر خورشید بر محیط زیست هستیم. برای ما مهمه که مراقب باشیم چون زمان زیادی رو این بیرون میگذرونیم. آیا فما برنامه عملیاتی داره؟ من این نفر رو میبرم. ما آزمایش‌هایی رو انجام میدیم تا مطمئن بشیم حالشون خوبه و مشخص کنیم که آیا آدمای زندگی رو در این منطقه براشون بی‌خطره یا نه. و البته بررسی میکنیم که انسان هم باشد. جون عزیزت اونو نبر. اونی که مطمئنم قد بلند قصه رو نبر. مثلا همینجا منتظر اون چطور
بله، وقتی اطلاعات بیشتری به دست آوردیم دستورالعمل‌ها رو به همه شهروندان ارائه میدیم. در حال حاضر دلیلی برای نگرانی نداریم. ما فقط یه نفر رو میبریم و سعی میکنیم در اسرع وقت برش گردونیم. آره. سلام، پیک برای استراحت اینجاست. یه اشتباه فکر میکنم فارسی سازی شده است. تحویل میگم که هنوز تحویل کار انجام میشه. میدونی انتظار نداشتم مردم قبل از آخرین دنیا خرید کردن رو فراموش کنم. آخر زمان یا نه، فکر کنم مردم هنوز باید نهار بخورن. پیک موتوری الان ممکنه پول خوبی داشته باشه اما خطرش خیلی زیاده. مهم نیست چطور حسابش کنم. ولی این آفتاب لعنتی به خاطر شیفت‌های ما رو بردن شب. الان مردم 20 لیتر آب یه جا سفارش میدن. کاش برای یه چیزی سنگین‌تر پول خطر یا انعام می‌گرفتیم. به هر حال ببخشید حواسم پرت شد. آماده این تحویل رو قبول کنی؟ بله. روزهای انرژی کار، روز خوبی داشته باشید. منظورم شب. هنوز به شهادت نکردم. آخه سلام، لطفاً بذار بیام تو. چه اتفاقی افتاده؟ داری سکته میکنی؟ پدرم، اونا پدرم رو کشتن. چرا این کار کردن؟ چه کسی این کار کرد؟ مهمونا اومدن تو خونه، اونا با ما نشسته بودن. بابا داشت باشون درباره یه چیزی صحبت میکرد و بعد اونا کشتنش. حالا خونمون داره تو آتیش میسوزه. بیا تو، چرا نهی تو؟ بیا تو. با وجود اینکه این هم ممکنه ویزیتور بشه، ولی بیا تو. باز هستی یا نه؟ چی میخوای؟ این همون شخصی بود که اون مرد کچله در موردش حرف زد. جعبه آبجو، کشو، ران خوب، چه میدونم، هر چیز خاصی بده. باز میکنه آره نه؟ اونا با من گفتم به اینجا بیام، پس اومدم. چطور خونه من رو پیدا کردی؟ تو کی هستی؟ من میرقصم. بله، میتونی تشخیص بدی؟ کسی تو رو اینجا فرستاده؟ فکر نکنم. چرا ممنون؟ ثابت کن که یه انسان. دو تا دستی تو پایی سر برات کافی نیستم تا رو قبول شدم. باز میکنیم. ببین اون کچله به ما گفت بذاریم بیا تو. به نظرم نمیاد که یه ویزیتور بخواد 2 روز با یکی هماهنگ بکنه که من میرم اینو آماده میکنم که تو بتونی راحت بری. الانم خونم تقریبا خالی. درست شد؟ یه نفر رو داریم. فهممونو بر نمیگردم حالا در رو وا میکنم، فرد ازش تست میگیرم. یا دیگه پیشی وقتش بوده میرسم. تموم شد تا امروز؟ نه. او؟ سه بذارم بیام تو گفتی؟ تو از کجا پیدا شد؟ مگه معلوم نیست اینجا از کون شیطونم گرمتره؟ نمیدونم چرا باید گرم بزنم. دارن راه میرن، انگار دارن برف میاد. یه همچین چیزی، یه مش دلغک. من دور و بر زیاد بودم. اولین کاری که کردم از بیرون اومدن از اون در کردم این بود که همه آشغالا رو کندم. الان راحت تر نفس بکشم. چرا تو زندان نبود؟ و تا اصلا اینجا چیکار میکنم؟ جایی برای رفتن ندارم رفیق. نه پولی دارم نه پریزن. یه دلغک یا با یه دلغک دیگه رفته و نه جایی دارم که توش بخزم. بعد اینجا رو دیدم طبیعی سفید دور از نش بیرون تو دهات بدونی که آدمی مزاحم دور بخوری کم جای محکم. به هر حال اینقدر حرف نزنیم. میخوای بذاری اینجا چادر بزنم رفیق؟ صحبت ها انسانیه. بیا تو. دختر اوه، پس این با اون یارو دختره مشکل داره. میگه من از این تیپ آدم رو دیدم. یعنی به خاطر یه نفر هیدیه بندازیم بیرون. تو باید بری. تو باید بری چون من هنوز مطمئن نیستم اون آدم یا ویزیتور. تو داری من رو به اشتباه میندازی.
برو من از اینه تست بگیرم. ولی به نظر میومد این آدم درست 36 وسوسه شما یارو بندازه بیرون. بعد از ظهر شما بخیر. شما در حال تماشای اخبار هستید. به دلیل افزایش شدید مشاهده بازدیدکنندگان مشکوک فما اعلام کرده که اقدامات حفاظتی جدید رو به اجرا می‌گیره. از همکنون یک قرنطینه کامل در تمام مناطق پرجمعیت اصلی ما خواهد شد. سفر به خارج از شهر خود یا به روستاهای مجاور اکیداً ممنوع است. لطفاً در منطقه تعیین شده خود بمانید. علاوه بر این فما یک روش جدید شناسایی بازدیدکنندگان را فاش کرده. زیر بغل‌های بدون مو. سازمان فما گزارش می‌دهد یک بازدیدکننده که بازدیدکنندگان در این ناحیه هیچ موی قابل مشاهده ندارند. این آژانس از شهروندان می‌خواهد که آزمایش‌هایی را تحمل کننده و از اسکورت‌ها در منطقه قرنطینه پیروی کنند. آرام باشید و در طول روز از خانه خارج نشید. در ادامه گزارش‌های درباره اینکه یک بازدیدکنندگان را دیدید چه کار می‌توانید انجام دهید. واسه همه چیزا رو ببینیم دیگه. سازمان فما پیشنهاد می‌کند که پدیده بازدیدکنندگان ممکن است عفونی باشد یا یک تهدید بیولوژیکی تا کنون فاش نشده را ایجاد کند. به همین دلیل گزارش هر گونه بازدیدکننده احتمالی و جدا کردن فوری آنها بسیار مهم است. اگر نمیتونید فوراً یک بازدیدکنندگان به منطقه قرنطینه تحویل دهید. یک درخواست ویژه برای حضور در سازمان فما برای آنها. پس اون یارو رشوه‌ای که بابا داد یارو که کشتیمش ویزیتوره واسه حضور تو فما، اونو میتونیم به یه ویزیتور بدیم. چه جالب. اینو نگاه خیلی جریان داره یارو. ببین یه لحظه بس تو چرا اینجا هستی؟ تو کیتی اینجا باید بشاره؟ آره بله اینجا هم زیر زمینمونه. رفتم تو زمین نگاه کن چه جالب زیر زمینیه اینا. فکر من بعدا باید زیر زمینی کار دارم. سخت فهم خوشش میاد اینا. همین مرسی نامون اینجا خالیه. کسی هست؟ بله اومدم تو شروع کردم برف زدن با گفت نشید بکنم بعد اونا گفتم ببین اینجور بازی ها با اعصاب روانت بازی میکنن. ممکنه این دخترم ویزیتور باشه باز. هی بابا زیر بغل آخه چشمت تو دیگه ویزیتور نیست دیگه. تو دیگه ببین فیکس شدی تا آخر. تو بیا اینجا بینم. آره چشمات تراژدی تنها زندگی درسته. چه هستی داری؟ شما چیز کن سیکتریتو بزن دادش. شما سیکتریتو بزن. بله آها خدایا بچه این ویزیتوره نه اونی که بسته بندی شده بود. خدایا پس این آدم بود ما اینجوری به فاکش شدیم. خیلی حرفای نامربوط رو دوست نداشتم واقعا بهش اعتماد کنم.
چشما آره چیزیمون نیست. چیزی میتونیم سفارش بدیم؟ نه دیگه بازی حال اضافی نمیده. همسایه هم حالا بذار یه زنگ بزن شاید یه اتفاق عجیب افتاد. خب اگه اینا جواب نمیده یه فما که دیگه میتونه جواب بده. ما یه خورده ارتباط با بیرون از این خونه هم داشته باشیم. سلام راجب ناخون زیر بغلش برای اطمینان از اینکه آزمایش زیر بغل دقیق درست هستن باید آخر بیاید تماس با خودداری کنید. از دوش گرفتن و شستن خودتون خودداری کنید. بس یه از ببینم مگه میشه دوشم گرفت؟ نه بابا بی خیال. نه بابا چه دوشی. خیلی خوب فکر میکنم برای این پارت کافی باشه. ما بریم یه شیشه کامپوچا. بله خیلی ممنون. خیلی متشکرم که این پارت با ما همراه بودید. اگر خوشتون بیاد چرا که نه میریم ادامهش رو میگیریم. شاید حتی چند تا از پایان‌هاش هم تجربه کردیم. ولی خب هم بسته به شانستون با افراد مختلفی تعامل میکنید، هم بسته به شانستون تعاملات مختلفی دارید، اما همه ی روایت بازی و تمام پایان‌ها بر اساس پاسخ‌هایی که شما میدید و تنها مکانیزمی که این بازی داره همین. اگر دیدگاهی انتقادی پیشنهادی داشتید حتما با اون در میون بذارید. خوشحال میشم از اطلاعات شما استفاده بکنم. مطمئن باشید تا پارت بعدی قطعا اطلاعات بیشتری در مورد بازی کسب میکنم و باهاتون در میون میذارم. فعلا خداحافظ.